تاریخ و تمدن ایران پارت سوم، ظهور یک امپراتوری نو. در طول شکست‌های پی در پی مادها از همسایگانشون به دلیل عدم وجود حکومت یکپارچه، سردار زیرکی به اسم دیاکو با متحد کردن مادها اولین حکومت متمرکز ایران رو در حکمتانه بنیانگذاری کرد. او با ساخت کاخهای مجلل و تدوین قانون پایه‌های یک امپراتوری قدرتمند رو بنا کرد. دومین امپراتور قدرتمند مادها یعنی فرورتیش با ایجاد ارتش منظم و ابزارالات جنگی توانست بر آشوری‌ها غلبه کنه و ایران رو از آسیای مرکزی تا آناتولی گسترش بده. معماری در اون دوره در حد ساخت دژ محکم گسترش یافت و از لحاظ فلزکاری رونق زیادی در ایران شکل گرفت و دین مادها پرستش خدایان طبیعت یعنی میترا و آناهیتا بود که در نهایت با درگیری داخلی و شورش‌ها و وجود تهدید از جانب پارس‌ها حکومت مادها به تاریخ باشکوه ایران پیوست.